استاد همین الله فخر میکند مثال از بندگانی، مثال فخر دارد الله تعالی. یباهی بهم الملائکه، الله تعالی با بندگانی که در روز عرفات به وادی عرفات آمدن یباهی بهم الملائکه، بله، یعنی یباهی معناش فخر کردن است. میگوید که ما اراد هؤلاء، این بندگان من به چی مقصد آمدن؟ وقتشان فرشته ها گفته بودن که ای الله همین آدم من آفر، همین آدمی ها خودی جین های من پیشتر آفریدی، در روی زمین خونریزی کردن، فسادکاری کردن، اطاعت تو را نکردن، همین آدمش هم جین برین، همین نه آفر، ما نحن نقدس لك، ما تو را پاک میشماریم، عبادت میکنیم، ما تو گناهکاری نمیکنیم. گفته بودن به الله تعالی که اینی اعلم ما لا تعلمون، من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. گفته آدم آفرید با وجود اینکه فرشته ها نه آفر گفته بودن. بعد الله تعالی گاه ها همین خیلی عمل های فرزندان آدم که فخر کرده میگه که ما اراده هؤلاء، این بندگان من در این حالت پول و مالاشون ترک کرده به همین وادی قاق گرم و بالای همین سنگ قاق برای چی آمدن؟ شما وقتشان گفته بودید که اینا نه آفر. برای همین هم خیلی بعضی حدیث ها آمده است. بله استاد رحمت